سلام بچه ها. موضوع ویدیوی امروز گسلایتینگه. گسلایتینگ یعنی چی؟ چطور بفهمیم داریم گسلایت میشیم؟ نشونه هاش چیه؟ و چطور جواب یک گسلایتر رو بدیم؟ تا آخر ویدیو همراه من بمون. بعضیا کاری میکنن که کم کم به عقل و حافظه خودت شک کنی. اسم این کار یه چیز ترسناکه، گسلایتینگ. تا حالا شده بعد از یه بحث با یکی آخرش بشینی با خودت بگی نکنه من اشتباه میکنم، نکنه زیادی حساسم، یا نکنه کلا من دیوونم؟ اگه جوابت آره است ممکنه گسلایت شده باشی. خب پس گسلایتینگ یعنی چی؟ خیلی ساده و خودمونی بهت بگم. گسلایت کردن یعنی یکی کاری بکنه که تو به واقعیت خودت شک کنی، نه با فحش نه با دعوا، خیلی آروم و نامحسوس. مثلا طرف یه حرفی زده، بعد که بهش میگه من کی همچین حرفی زدم؟ تو داری بابا توهم میزنی. یا میگه تو همیشه همه چی رو بزرگ میکنی. خب فکر میکنم تو همین 1 دقیقه اول ویدیو متوجه شدی که گسلایتینگ یعنی خراب کردن اعتماد تو به مغز و احساس خودت. برای اینکه گسلایتینگ رو بهتر متوجه بشی برات مثالهای واقعی و ملموس‌تر میزنم. فرض کن توی رابطه عاطفی قرار گرفتی. به پارتنرت میگی کارت ناراحتم کرد. میگه باز شروع شد، تو خیلی حساسی. فرض کن با یکی از اعضای خانوادت یه مشکلی پیش اومده و داری باهاش صحبت میکنی. میگی فلان روز فلان حرفو زدی. میگه نه اصلا همچین چیزی نبوده، تو اشتباه میکنی، قاطی کردی. یا فرض کن توی محیط کار رئیست یه چیزی میگه، بعد چند روز وقتی اشاره به حرفش میکنی میگه من همچین دستوری ندادم، سوء تفاهم شده. نکته ترسناک اینه که اگه این اتفاقات تکرار بشه کم کم خودت تو هم باورت میشه که مشکل از طرف توئه. نشونه هایی که نشون میده شاید گسلایت شده باشی. اگه اینا برات آشناست پس حواست باشه. اگه مدام از خودت عذرخواهی میکنی، اگه قبل از حرف زدن میترسی نکنه اشتباه کنی، اگه به حافظت شک میکنی، اگه احساس گناه دائمی داری و یا فکر میکنی زیادی حساسی یا زیادی داری سخت میگیری، حواست باشه گسلایتینگ آروم آروم اعتماد به نفس رو میکشه. حالا چطوری با گسلایتینگ برخورد کنیم؟ به احساس خودت اعتماد کن. اگه یه چیزی اذیتت کرده مهمه، حتی اگه طرف انکارش کنه. همه چی رو تو ذهنت نگه ندار. یادداشت کن، پیام‌ها رو نگه دار، شواهد رو از بین نبر. بحث نکن برای قانع کردن. گسلایتر دنبال حقیقت نیست، دنبال کنترل کردنه. بگو من اینو اینجوری تجربه کردم و تمام. اگه الان حس کردی این ویدیو دقیقاً به زندگیت میخوره، بدون تنها نیستی عزیزم. خیلی‌ها اینو تجربه کردن، حتی سالها بدون اینکه اسمشو بدونن. گسلایتینگ نامرئیه ولی اثرش خیلی واقعیه. 7 نکته روانشناسی که دونستنشون خالی از لطف نیست. اگه یکی کم ولی سریع صحبت میکنه راز نگه داره. اگه یکی زیاد میخوابه شاید ناراحته. اگه یکی به چیزای مسخره هم میخنده شاید تنهاست. اگه یکی با چیزای کوچیک هم گریه میکنه دل پاکی داره. اگه یکی با چیزای کوچیک عصبانی میشه شاید نیاز به عشق داره. اگه یکی به چیزای کوچیک اهمیت زیادی میده شاید آدم مسئولیت پذیریه. اگه این ویدیو به دردت خورد لطفاً لایک کن. بفرست واسه کسی که فکر میکنی لازمش داره و تو کامنت ها برام بنویس آیا تا به حال تجربهش کردی یا نه. سابسکرایب.